این خانه ماست. ما 5 خواهر همراه مادر ماستیم. تشکر. خوش آمدی. مادر با من بده لطفاً با من بده. من میخوایم گپ بزنم. مادر لطفاً با من بده. پدر جان پشتت دق شدیم بیا دیگه خانم. صبح بخیر علی. ما زندگی خوشی داشتیم تا اینکه یک شب وقت خواب بودیم کلی چیز تغییر. بکشنه. بفرمایین خانم بگیرین این اسنادایش هست. چی؟ خاله بودت چی گپ هست؟ اینا را که بیرون انداخته؟ صاحب خانه مالم روش میفهمم. ارمغان صبر کن. چی میکنی؟ ما با بی وجدان کار دارم. احمق فقط زورش به زنا میرسه. باده او آدم در خانه است. بله دست است. هیچ وجدان نداری که دختر را دیتی گوزید از خانه بیگه چاره ندارم. خانه ایم از پول کار دارم. چطور کنم؟ تو هیچ وقت به مقصدی که داری نمیرسی. همراه ما عروسی میکنی الیف؟ من خواهرای من تنها مانده نمیتونم علی. اگه کسی از رابطه ما خبر شود یا اگه با کسی بگی باز میفهمی که امرای چی میکنم. چی شده خاله بالا؟ چرا گریه میکنی؟ چنگیز یلیز آزار دادن. جان خواهر من تره پس پیش خودم میاد. آدمای کسی دیگه نمیمانم که او پیش شما باشه. او در اینجا می باشه چون من سرپرستش هستم. حالا از اینجا برو. خواهش میکنم با او کار نداشته باش. دروازه را باز کن لعنتی. خدا لعنتت کنه. خدا لعنتت کنه.